مقامات تاجیکستان میگویند 4 زن تاجیک را که در عربستان سعودی به بیماری روحی گرفتار بودند به تاجیکستان فرستادند. یک مقام تاجیک که در بازگشت این زنها کمک کرده است روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این زنها را جداگانه و ماه‌های سپتامبر و اکتبر به تاجیکستان بازپس فرستادند. اما برعکس موردهای پیشین که شهروندان تاجیکستان از رفتار کارفرمایان شکایت می‌کردند، این دفعه کاردهندگان عربی به سفارت تاجیکستان آمده و خواستند که دیپلمات‌های تاجیک خادمان بیماری آنها را به وطن برگردانند. بعد این دیپلمات‌های تاجیک یک جای با کارفرمایان به پزشکان مراجعت کردند و پزشکان گفتند که این زنان در واقع وضع روانی بد دارند و یا به بیماری روحی گرفتار هستند. با قول همصحبت رادیوی آزادی هر 4 زنی که به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند در گذشته افسردگی و احوال بد روانی داشتند و بعدی آمدند به عربستان سعودی که شرایط کاملا متفاوت زندگی از تاجیکستان دارد دیگر باره بیماریشان خروج کرده است. این همصحبت ما افزود تا کنون حدود 40 نفر با شکایت از شرایط سخت کار در عربستان سعودی به تاجیکستان برگشتند و نزدیک 10 نفرشون از بالای شرکت هایی که آنها را برای کار فرستادند به مقامات عریضه شکایتی نوشتند. چند نفری از این زنها رنج و مشکلشان را در سعودی با مطبوعات نیز در میان گذاشتند. یکی از آنها نوربیبی منصور و مادر 13 فرزند از منطقه کلوب اولی ماه اکتبر با نشر ویدیویی در اینترنت شکایت کرد که صاحبخانه با او طوری رفتار میکرد که با سگ روانه میبینند. مقامات تاجیکستان این زن را بعد چند روز از شکایت‌هایش به زادگاهش فرستادند. اما چند زنی مهاجر تاجیک میگویند سالها باز در عربستان سعودی کار میکنند و هیچ مشکلی ندارند. با گفته آنها از شنیدن شکایت‌های دیگران حیرت زده شدند، زیرا هیچگاه رفتاری بدی نسبت به خود در عربستان سعودی ندیدند. فیروزه صمدوه ساکن 45 ساله ولایت ختلان که 5 سال باز در سعودی کار میکند یکی از آنهاست. او روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت نشر گزارشات درباره بدرفتاری با مهاجران تاجیک و شکنجه شدن آنها در عربستان سعودی نزدیکان آنها را نگران کرده است. با قول فیروزه او مجبور می شود هر روز به نزدیکانش بگوید که کارش در شهر جیده خوب است و کسی هم او را عذاب و شکنجه نکرده است. جای خود، جای خوردن، جای اینترنت همه یا حساب همین آدم است. شکرانه خدا حرمت میکنم، نه حرمت چون میکنم. همین کار ما میکنم، سر مخم میکنم، کار ما بود میکنم، یک پاشه گپ نمیگرم. فیروزه که در روسیه مهاجر کاری بوده است میگوید عذابی را که آنجا میکشید با کار در عربستان سعودی مقایسه کردن نمی شود. او اعتراف کرد که شرایط زندگی در عربستان سعودی از تاجیکستان کاملا فرق میکند و هیچ زنی حق ندارد که تنها از خانه بیرون آید و در چنین شرایط البته نه هر زنی تاجیک تاب میآورد. فیروزه میگوید برای 2 زن دیگر در سعودی کار پیدا کرده است ولی در پی مقاله ها در مطبوعات کسی برای سفر به این کشور راضی نمی شود. هم صحبت رادیو آزادی از ساختارهای دیپلماتیک گفت حالا در عربستان سعودی حدود 70 زن تاجیک کار میکند و بجز از 15-20 نفر دیگران از شرایط کارشان چندان قناعتمند نیستند. اولی همین ماه دادستانی کل تاجیکستان گفت که علیه مقامات 3 شرکتی که به انتقال شهروندان کشور برای کار بر عربستان سعودی مشغول بودند پرونده جنایتی باز کرده است. با گفته مسئولان دادستانی کل این شرکت ها شهروندان تاجیکستان را به عربستان سعودی انتقال داده در موردهای آنها را به کارهای مجبوری جلب کردند.